مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که بر اساس ویدیو در اینترنت نشر شده مناقشه در نزد قهوه‌خانه نیویورک سه کارمند این قهوه‌خانه برای میل افباشی به مهلت 5 شبانه روز به حبس مأموری محکوم شده یک جوانزن را به دلیل کودک خردسال داشتنش جزای سبکتر دادند و به مبلغ 448 سامانی جریمه بستند. بنا به این منبع ضمن تحقیق نوار مناقشه شبانه معین کرده شد که این حادثه شب 31 ینور به 1 فوریه سال جاری تقریبا ساعت 2 شب در حدود نویه شامنصور در نزد قهوه‌خانه نیویورک رخ داده است. طور معین گردید جوان دختری که در نوار انعکاس یافته است شهروند عباد و زورا، سال تولدش 1997، استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قربایف می باشد. نامبرده تخمیناً ساعت 2 شب به قهوه‌خانه نیویورک برای گرفتن تلفن فراموش نموده برادرش می آید که در این حالت نسبتش کارمندان قهوه‌خانه مذکور دخلانه رفتار نموده او را مورد آزار و تحقیر قرار می دهند. سپس در جواب چنانکه که در نوار دیده می شود شهروند عباد و زورا نیز به سخنهای تحقیرآمیز و با الفاظ قبیح و صدای بلند کارمندان قهوه‌خانه را مورد دشنام و حقارت‌های قبیح قرار داده آرامی جمعیت و آسوده‌حالی شبانه شهروندان را خلل‌دار ساخته است. گفته می شود در اطلاعیه میلیسیای پایتخت تاجیکستان در رابطه به آزار و تحقیر و دشنام جوان دختر شهروندان یرمخمدوف علی جان، سال تولدش 1998، استقامت کننده شهر دوشنبه، ادمنستراتور قهوه‌خانه نیویورک کبوتوف تویر جان، سال تولدش 1999، استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نصرت الله مخصوم، کارمند قهوه‌خانه نیویورک کبوتوف فروخ، سال تولدش 2005، استقامت کننده نویه رودکی دهه بالاشهر، کارمند قهوه‌خانه نیویورک دستگیر گردیده. نسبت همه این نامبردگان طبق طلبات ماده 460 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان با اتهام میل افباشی پروتکل مأموری ترتیب داده شده. در نتیجه با قرار سود نسبت هر 3 نفر کارمندان قهوه‌خانه نیویورک حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. نسبت عباد و زورا طبق طلبات امین ماده بنابر سبب در تربیتش داشتن کودک نابالغ شرطاً جزای سبکتر در نمود جریمه به اندازه 7 نشان دهنده برای حسابها تعیین کرده شد.